تأسیس دستگاه اداری و لشکر در زمان سامانیان. در زمان حکمرانی سامانیان در ساختار اداره دولتی تغییرات‌های نهایت گوناگون به میان آمد. امیر راهبر دولت به حساب رفته برای ولایت و شهرها حاکمان را تعیین می‌کرد. ساختار اداری زمان سامانیان از دو نهاد اساسی درگاه و دیوان‌ها عبارت بود. راهبر درگاه را حاجب بزرگ می‌گفتند. معنای حاجب پردهدار یا خود پاسدار بود. در درگاه حاجبان زیاد بودند و راهبر آنها را حاجب بزرگ می‌گفتند. فعالیت‌های امیر با واسطه حاجب بزرگ عملی می‌شد. برای رشد و نموی دولت سامانیان اسماعیل سامانی، پسرش احمد و نبیره‌اش نصر سهمی ارزنده گذاشتند. امیران دیگر بیشتر و بیشتر به عیش و عشرت می پرداختند. در زمان حکمرانی نبیره اسماعیل سامانی نصر 914-943 در اطراف ریگستان بخارا 10 دیوان بنیاد گردید. این دیوان‌ها به همدیگر همبستگی زیچ داشتند. اساس آنها را دیوان وزیر یا خود خواجه بزرگ تشکیل می‌کرد. در بعضی مضافات‌های سامانیان مسئله تقسیمات آب مشکلی داشت. از همین سبب در این محل‌ها دیوان آب فعالیت می‌کرد. این گونه مشکلی‌ها در مرو بیشتر به نظر می‌رسید که در اینجا نمایندگان این دیوان زیاد بودند. وظیفه اساسی حاکمان شهر و ولایت‌ها جمع نمودن انداز برای مرکز بود. برای پایداری دولت سامانیان وزیران عبدالله جیحانی و ابوالفضل بلعمی سهم بارز داشتند. اسماعیل سامانی لشکر را پشت و پناه دولت می حسابید و راهبر لشکر خود امیر بود. لشکر سامانیان از غلامان ترکی که از مضافات‌های گرد و اطراف ماوراءالنهر بودند عبارت بود. آنها در تاریخ دولت سامانیان نقش اساسی داشتند. این یکی از خطایی‌های امیران سامانی بود که لشکر را از بیگانگان تشکیل کردند. سامانیان دو خیل لشکر داشتند. یکم لشکر نظام کرایه که دائما عمل کننده بودند. دوم جنگاورانی که هنگام هجوم اجنبیان به دولت تیار می شدند. یکی از این غلامان ترک الپتگین بود که تا به سپهسالاری خراسان رسیده بود.